مهمون امروزمون یک کارآفرین سریالی بسیار موفقه که 5 شرکت چند میلیون دلاری ساخته، از جمله یکی که بیش از 4 میلیارد دلار درآمد داشته. اون چندین بار با کتاب‌هایی مثل پاسخ و داشتن همه چیز با هم نویسنده پرفروش نیویورک تایمز شده. اون یکی از کارشناسان برجسته رفتار و طرز فکر در جهانه و از خصوصیات بارزش اینه که توی کارهای زیادی سررشته داره. دامنه حوزه‌های تخصصش از نرم افزار، املاک و مستقلات، اینترنت و مشاوره تجاری گرفته تا تحقیقات روی مغز رو شامل میشه. نبوغش در 8 فیلم از جمله جستجوی موفقیت به همراهی ریچارد برانسون و دالای لاما و فیلم معروف راز به نمایش در اومده. به علاوه سخنرانی برجسته است که در نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و CNN حضور داشته. مجریانی مثل لری کینگ آلن و اندرسون کوپر برای دریافت بینش‌های ارزشمندش باهاش مصاحبه کردند. اون دست از تلاش برنمی داره و تصمیم نداره بازنشسته شه. با وجود این همه موفقیت که فقط کار افراد سخت‌کوشه، یه شرکت جدید دیگه هم به اسم نوروجیم رو تأسیس کرده که هدفش استفاده از پیشرفته ترین فناوری‌ها برای آموزش دادن مجدد مغزه تا به افراد کمک کنه به ماکسیموم پتانسیلشون دست پیدا کنن. پس این شما و این نویسنده کتاب پرورش ذهن برای باز کردن قدرت پنهان مغز اینجا در کنار شما جان آسارف. سلام، چطوره؟ خوشحالم میبینمت. منم خوشحالم که دعوتمو قبول کردی. منم خوشحالم که اینجا. مستقیم بریم سراغ اصل مطلب، یعنی آموزش مغز. به عنوان یک کارآفرین برام کاملا منطقیه که چرا اینقدر به تحقیقات و علوم مغز علاقه دارین، اما میخوام بدونم که چرا سراغ این حوزه رفتین. خب شروع این کار به خیلی قبل‌تر برمیگرده. وقتی که تو دوران 13 و 17 سالگی بودم خیلی خلاف میکردم و خودمو از لحاظ قانونی مدام به دردسر مینداختم و کارهای عجیب غریب زیادی میکردم. برادرم یه مربی رو به اسم آلن براون بهم معرفی کرد و اون یه کارآفرین سخاوتمند بود و قبول کرد یه روز نهار با هم دیدار کنیم. ازم پرسید که فکر میکنم پسر خوبی باشی، چرا این کارا رو میکنی؟ منم جواب دادم نمیدونم، میخوام پول در بیارم و زندگیم روی غلطک بیفته. گفت به نظر میاد خیلی باهوش باشی، چرا از قابلیت‌های مغزت استفاده نمیکنی؟ منم جواب دادم تحصیلات کافی برای موفق شدن ندارم، من خوب زندگی نکردم، دیپلمم نگرفتم و درسمو نیمه کاره رها کردم، پس به اندازه کافی خوب و باهوش نیستم که کاری درست و حسابی داشته باشم. اون آدم در عرض یک جلسه و تنها 1 دقیقه زندگی منو عوض کرد. ازم پرسید که چه اهدافی برای خودت داری؟ گفتم منظورتون چیه که چه اهدافی دارم؟ خب قرار آخر هفته به بار برم، یه چیزی بخورم، شاید با یه خانم زیبا صحبت کنم و با هم نهار بخوریم. پرسید هدف بزرگترت چیه؟ و من هدفی نداشتم و منو به خونه فرستاد. بهم گفت میری خونه و روی برگه کاغذ اهدافتو مینویسی. بنویس کی و چطور میخوای بازنشسته شی. من 19 ساله بودم، اردیبهشت 1980 بود. هیچ ایده‌ای نداشتم و ازم خواسته بود که اهدافمو بنویسم. من نوشتم که میخوام تو 45 سالگی با درآمد 3 میلیون دلار بازنشسته شم، مرسدس بنز داشته باشم، خونه داشته باشم، دنیا رو بگردم و سبک زندگی عالی داشته باشم. دوشنبه برگشتم پیشش، برگه اهدافمو نگاه کرد و یه سوال ازم پرسید که زندگیمو به کل تغییر داد. گفت که به این اهداف صرفاً علاقه‌مندی که به دستشون بیاری یا بهشون متحدی. اونجا بود که توی دفترش مات و مبهوت مونده بودم و نگاش میکردم و ازش پرسیدم آقای برانسون چه فرقی داره؟ اون جواب داد وقتی به چیزی علاقه داری کاری رو انجام میدی که راحته، ممکنه برای خودت داستانها و عذر و بهونه‌های بیاری تا از زیرش در بری. مثل همین که میگی تحصیلات کافی ندارم، یا راننده تاکسی هم، یا قماربازم و پول ندارم، اینطوری برای خودت بهانه تراشی میکنی. اما اگه متعهد باشی هر کاری که لازمه انجام میدی. داستانسازی رو رها میکنی، بهانه‌هات رو رها میکنی، هویتت رو از بهانه‌های الکی جدا میکنی و وقتی یاد گرفتی چطور رهاشون کنی تبدیل به اونی میشی که میخوای و مسیر موفقیت رو طی میکنی. چی شد باعث شد به حرفش عمل کنی؟ فکر کنم اگه من بودم توصیه‌شو نادیده میگرفتم. خب من تو موقعیت‌های زیادی قرار گرفتم که برای خودم و خانواده‌ام دردسر درست کردم و شرمنده‌شون کرده بودم. اما آلن یه آدم مهربون، سخاوتمند، دلسوز و حمایتگر بود.
فقط با هم حرف نزد، بلکه کلی منو تغییر داد. همینطور گفت که یادت میدم که تعهد داشتن چه مفهومی میتونه برات داشته باشه. منم اون موقع چیزی برای از دست دادن نداشتم. جالب، فردی که این همه رشد کرده از شرم صحبت میکنه. میشه بگی منشأ احساس شرمت چی بوده و چه نقشی توی زندگیت داشته؟ خب اولین منشأ احساس شرمم به 5 سالگیم برمیگرده. ما از خاورمیانه به مونترال رفتیم و اونجا به مهد کودک رفتم که حدود 50 نفر شاگرد داشت و من نمیتونستم انگلیسی یا فرانسوی صحبت کنم و نمیتونستم ارتباط برقرار کنم. برای همین احساس احمق بودن و ناراحتی میکردم. یه گوشه مینشستم و به سقف یا بقیه بچه ها نگاه میکردم. اینا باعث میشد عملکرد خوبی نداشته باشم و سرزنش بشم. به علاوه پدرم هم رفتار خوبی با هم نداشت که میدونی که یه جور چالش بود و من هر وقت اشتباه میکردم اونا تنبیه هم میکردم و من خیلی خجالت میکشیدم که به اندازه کافی باهوش نیستم یا حتی به اندازه کافی خوب نیستم. همه میگفتن که باید به مدرسه بری و این راه مشخص رو ادامه بدی. درسته ما خونه داشتیم، خانواده و چیزی برای خوردن داشتیم، اما همیشه تقلا میکردیم. خب آقای براون واقعا به من کمک کرد. اون تنها کسی بود که با عشق و امید منو راهنمایی کرد، بدون اینکه سرزنشم کنه یا شرمندم کنه یا باعث احساس گناهی داشته باشم و اینجوری بود که مسیر زندگی من بالکل عوض شد. آقای براون بدون هیچ چشم داشتی منو از یه بچه سرکش و طغیانگر رو به مسیر خوب زندگیم برگردوند. پس میشه گفت آقای براون نوری در تاریکی اون روزات بوده. خب اون آدم در عین اینکه بسیار موفق بود، رفتار بسیار سخاوتمندانه‌ای داشت. چند تا دفتر املاک داشت، ساختمونای زیادی داشت، همسرش لوری، فرزندانش، اون همه چی داشت. میشه گفت اساره مهربونی بود. دلیلی نداشت اینقدر دلسوزانه به من کمک کنه. حتی منو نمیشناخت. مهربون بود و نیتش خیر بود. اون نه منو تحقیر کرد و نه سرزنش. درست مثل یه انسان واقعی با هم رفتار کرد. میدونید آدم خیلی خیلی خوبی بود. واقعا فوق‌العاده بود. فقط یه چیزی ازم خواست. اینکه هر چیزی که ازش یاد گرفتم به دیگران یاد بدم. متأثر شدم. درسته. و مسلمه که شما این خواسته رو به بهترین شکل ممکن اجرا کردین. بله درست.